سلام، امیر باهی مسعود هستم، دانش آموخته و نویسنده معماری. در این کانال یوتیوب میخوام تجربه خودم رو در مورد معماری معاصر ایران، به خصوص دوره پهلوی از سال 1300 تا 1357 رو با شما به اشتراک بگذارم. چندین جلد کتاب در مورد معماری معاصر ایران نوشتم. سابقه بیش از 2 دهه تدریس در دانشگاه ها رو دارم، ولی تصمیم گرفتم این مباحث و این تجربه و این نگاه خودم رو در کانال یوتیوب در اختیار همه دوستانی که علاقه‌مند هستن به معماری معاصر ایران در اختیار اونها قرار بدم. هدف من بررسی ساختمان‌های دوره پهلوی اول و دوره پهلوی دوم، چه اون ساختمان‌هایی که تخریب شدن و چه ساختمان‌هایی که باقی موندن. یک نوع نگاهی دوباره به میراث معماری مدرن ایران است که به ما رسیده و می‌خوایم دوباره با هم اونها را بررسی کنیم. اون چیزی که من از شما خواهم خواست این که از این صفحه حمایت کنید با سابسکرایب کردن و معرفی کردن این به دوستاتون. سابسکرایب کردن بزرگترین حسش اینه که من تصمیم گرفتم هر ماه 3 ویدیو در مورد این مباحث رو بازنشر کنم. شما اولین نفری خواهید بود که اون مباحث رو ببینید. ممنون ازتون و بسیار ممنون هم از حمایتتون. میبینمتون در ویدیوها. به امید دیدار. بدرود.